بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله ایرادات رایج به قرآن موضوع تقسیم ارث است. گفته میشه که خدای متعال چگونه میتواند در جمع کسرهای بیان شده برای ارث اشتباه ساده ریاضی داشته باشه، چرا که در مواردی جمع نسبت‌های مطرح شده به عنوان سهم هر کس از ارث کمتر یا بیشتر از یک میشه. آیات مربوط به تقسیم ارث در قرآن 3 آیه 11 12 و 176 از سوره نساء می باشند. روی صفحه الان آیه 11 هست که ملاحظه می فرمایید از وبسایت quran.com. به علت طولانی بودن این آیات لطفاً خودتون زحمت بکشید متن 3 آیه رو با حوصله و دقت بخونید که ذهنیت لازم برای جزئیات مورد بحث در این ویدیو رو داشته باشید. به طور خلاصه آیه 11 درباره نسبت‌های ارث فرزندان و والدین هستش. آیه 12 که بعد از این آیه هست درباره ارث همسران و برخی وارثین دیگر و آیه 176 درباره ارث افراد بدون فرزند و پدر مخصوصاً هستش. قبل از پرداختن به اشکالی که مطرح میشه چرا جمع نسبت‌ها یا کسرهای مطرح شده یک نمیشه در مواردی، لازم توجه کنیم که در آیه 11 میخوانیم که پس از انجام وصیتی است که او متوفا به آن سفارش کرده و بعد از ادای دین است. بنابراین هر کسی میتونه قبل از دنیا رفتن خودش به هر شکلی که بهتر میداند اموال خود رو تقسیم کنه و یا در وصیت به نسبت‌های دیگری ذکر بکنه. هرچه وصیت او باشه ابتدا به اون عمل میشه و بعد اگر اموالی مانده یا وصیتی وجود ندارد به نسبت‌های امر شده در این آیات میتواند که تقسیم بشود اگر که وارثین مایل هستند که مطابق با فرموده قرآن عمل بکنند و معتقد و مؤمن به قرآن هستند. همینطور اینکه خدا فرموده اول بدهی متوفا را بدهید و بعد مانده را تقسیم کنید خودش نشون دهنده حکمت و انصاف خدای رحمان است که بسیار جای تأمل داره برای کسانی که اهل تدبر هستند و از سر صداقت به دنبال حقایق قرآنی می باشند. اما برای درک بهتر صورت مسئله نگاه کنیم به 2 مثال زیر و راه حل سنتی که تا به حال عمل می شده برای این موارد. مثال اولی که با هم نگاه می کنیم وقتی هست که جمع سهم افراد بیشتر از یک می شود. برای مثال اگر متوفایی رو تصور کنیم که وارثین ایشون همسر و 2 دختر و پدر و مادرش با هم هستند، در اون صورت ارث همسر میشه 1/8، ارث 2 دختر میشه 2/3 و مادر 1/6 و پدر هم 1/6 به همین ترتیب که ملاحظه میفرمایید اینجا. در صورتی که به همون صورت نسبت‌های کسری نگه داریم سهم ارث‌ها رو، ما خواهیم داشت که 1/8 همسر، 2/3 2 دختر به علاوه 1/6 مادر و 1/6 پدر باید با هم جمع بشن و اینها رو مخرج مشترک میگیریم، با هم جمع میکنیم به کسر 27 روی 24 میرسیم که وقتی ساده میشه 9 روی 8 که بزرگتر از 1 هست، یعنی از ارثمون بیشتر خواهد بود. و اگر که این جمع رو به صورت درصد در نظر بگیریم
می شود که 112.3% که بیشتر از 100% و بیشتر از یک هست مجدداً. راه حلی که تا به حال استفاده می شده و می شود قاعده اول هست که می آیند سهم هر کسی رو به نسبتی کم می کنن تا جمعش به 100% برسه. در مثال دوم وقتی هست که جمع سهم افراد کمتر از یک میشه. اگر همان متوفا رو دوباره تصور کنیم که وارثینش همسر ایشون 2 دختر و فقط پدر یا مادر هست، نه هر دوشون با هم، در اون صورت مجدداً همسر میشه 1/8، 2 دختر میشن 2/3 و مادر هم 1/6 و به همین ترتیب هم میتونیم به صورت درصد در نظر بگیریم. این نسبت‌های کسری رو وقتی با هم جمع میکنیم به کسر 23/24 میرسیم که کوچکتر از 1 هست یا کوچکتر از 100% میشه در صورتی که درصدی با هم جمع کنیم. یعنی یه مقدار از ارث باقی میمانه که تقسیم نشده. راه حل این مورد هم روش رد هست که یعنی بازگرداندن ارث به برخی از ورثه، ارث اضافه به ورثه غیر همسر برمیگردد. البته جزئیات اجرای قاعده اول و رد در بین شیعه و سنی کمی متفاوت هست، ولی در هر دو حالت اینها رو طوری تغییر میدن که جمعش به 1 میرسه. اگر بخواهیم با کمک ریاضیات ساده امروزی سهم هر کس از ارث رو طوری باز تعریف کنیم که جمع اونها 1 بشه، میتونیم به این ترتیب عمل کنیم. به عنوان یک مثال فرض کنیم که 120 واحد ارث، حالا این 120 واحد میتواند 120 میلیارد تومان، 120 میلیون تومان یا هر واحد دیگری باشه. میخواهیم بین 4 تا وارث به نسبت‌های 1/4، 1/2، 1/6 و 1/6 دیگر تقسیم بکنیم. صرف‌نظر از این که این وارثین چه کسانی هستند و چه رابطه‌ای با فرد فوت شده دارند. خود این که مصادیق وارثین رو از اون آیات برداشت بکنیم و مسجل بکنیم یک موضوع دیگری است که الان ما به اون نمیخوایم بپردازیم، فقط میخواهیم که از جنبه حساب و کتاب ببینیم که با این کسرها چه میتوانیم بکنیم. این کسرهای 1/4 و 1/2 هم میتواند مثلا برای فرزند پسر باشه یا هر کس دیگری، الان برای ما اهمیتی نداره. خب برای اینکه این مثال رو، این مسئله رو صورت بندی بکنیم، ما میتوانیم اون رو به این شکل بنویسیم: 1/6 از ارث و به علاوه 1/6 دیگه از ارث به علاوه 1/2 از ارث و 1/4 از ارث باید مساوی بشه با 120 واحد ارث. برای چی من اینجا از ارث نوشتم؟ معمولاً کسانی که ایراد میکنن به این آیات میگن شما باید که عین همون الفاظ قرآنی رو که در آیه آمده مثل همون جلو برید و تغییر ندید. مثلا در آیه 11 آمده که ثلث ما ترک یعنی همین کلمه‌ای که من اینجا آوردم. عرض کنم که من اینجا نوشتم مما ترک یعنی از اون چه که باقی مانده که می شود همون ارث. اما ملاحظه می کنید که اینجا هم من براتون نشون دادم که این 1/6 از ارث برابر با 1/6 از 120 نیستش. اون 1/6 از 120 میشه 20 واحد، در حالی که ما نمیدونیم این 1/6 از ارث چقدر میشه. چرا اینا یکی نیست؟ به خاطر اینکه اگر ما فقط همینجا بایستیم خب میتونیم 120 رو اینجا بگذاریم، ولی افراد دیگری رو داریم شریک میکنیم در این ارث،
بنابراین باید همه رو با هم در نظر بگیریم. وقتی هم که با هم در نظر میگیریم، از ارث ما دیگه یک مجهول جدیدی هست. باید یه طوری تقسیم بکنیم که به همه برسه و چیزی از ارث زیاد نیاد یا کم نیاد و سهم هر کس به درستی بهش برسه. خب سوال میشه که اون چه که شما میگی الان احتمالاً کمتر از 20 واحد میشه، ولی من همین 20 واحد خودم رو میخوام. باید دقت کنیم که وقتی میگیم که 1/6 از 120 میشه 20 واحد، این یک عملیات ریاضیه، هر چقدر هم ساده باشه ولی که هنوز یک عملیات ریاضیه و یک خوانش هست از این آیه. در حالی که اگر ما همه رو با هم در نظر بگیریم و به این صورت بندی کنیم، این هم یک عملیات ریاضی است با یک خوانش دیگری. منتها این خوانش قصد داره که یک جوری تقسیم کنه که مشکلی پیش نیاد، ولی اگر به این خوانش بچسبیم و همه رو اینجا 120 و 120 بگذاریم، قصدش این هستش که مشکل بشه و این پیش نیاد. من به شما نشون میدم که ما به چه دلیل میتوانیم که این عملیات رو به این شکل صورت بندی کنیم و دلیل اصلیمون چی هست. خب برای اینکه ساده تر بشه، من اول از یک مثال ساده براتون استفاده میکنم که موضوع رو و منطق این عملیاتمون رو براتون توضیح بدم. فرض بفرمایید که ما یک کیکی داریم که این کیک رو اول بین 2 شریک برابر میخوایم تقسیم کنیم. این کیک ما هست و 1 واحد هم هست. بین 2 شریک هر دوشون 50-50 هستن. به برابر میخوایم تقسیم کنیم. اتفاقی که میافته مینویسیم که 1/2 از کیک به علاوه 1/2 از 1 میشه 1. البته این خیلی واضحه به خاطر اینکه واحدمون 1 هست و این جمع اینها 1 میشه. خب در نظر بگیرید که از قضا کسی از راه میرسه و ما میخوایم این کیک رو با ایشون هم شریک بشیم. در این حال نمیخوایم که سهم ایشون با ما برابر بشه. توجه میکنید؟ به هر دلیلی سهم ایشون رو میخوایم کمتر بدیم. حالا هر رابطه ای که با ایشون داریم نمیخوایم به اندازه این دوتا بدیم. این دوتا رو اگر که به هم تقسیم کنیم، ببینید 1/2 به 1/2 1 میشه، 2/2 میشه، برابر میشه. در حالی که اگر من 1/2 رو به 1/3 تقسیم بکنم، اینها میشه که 3/2 که 1.5 هست. یعنی معنیش چی هست؟ معنیش این هستش که ایشون که 1/2 میگیره 1.5 برابر سهمش بیشتر از اینه. برای چی اینطور شده؟ یه رابطه خاصی داریم که میخوایم به ایشون کمتر بدیم. یک مثال امروزیش که رایج هست این هستش که مثلا 2 نفر یه شرکتی رو درست میکنن و 100 سهم براش تعریف میکنن، مثل 2 تا عضو یک خانواده. بعد جلوتر که میرن میخوان عضو دیگری از اون خانواده رو اضافه کنن. در اول برای همدیگه یک سهم کار مشترک و برابری قائل بودن، به همین دلیل به هر دو 50 سهم از هر کدوم بوده. ولی برای اون فرد جدیدی که میخوان اضافه کنن به شرکت، به دلیل شاید ساعتهای کمتری که کار میکنه یا سهم کمتری که از کار داره، میخوان سهم کمتری از سود شرکت رو بهش بدن. در عین اینکه این فرد جدید هیچ پول جدیدی وارد نمیکنه، همون سهام قبلی رو، همون ارزش قبلی شرکت رو میخوان دوباره باز تعریف کنن و برای ایشون هم سهم قائل بشن. به این دلیل اینها باید که این سهامی که 100 هست و راحت به 2 قسمت تقسیم میشه رو باز تعریف کنن و مثلا سهام بیشتری رو تعریف کنن، حالا هر چند تا که لازم هست الان با هم میبینیم، که بتونن یه جوری تقسیمش بکنن که چیزی باقی نمونه. اون سهام
به نسبتی تقسیم بشه که باقی مانده نداشته باشه یا کم نیاد. خب ما چطور این کار رو میکنیم؟ در واقع میگوییم که این از کیک یا از اون سهام جدید شرکت تعدادش یک مجهول هست برای ما و بعد اون مجهول رو در جلوی این کسرها میگذاریم. 1/2 ضرب در اون مجهولمون و به علاوه 1/2 دوباره ضرب در اون مجهولمون، به همین ترتیب و تا اینکه جمعشون دوباره میشه 1. وقتی اینها رو مخرج مشترک میگیریم و اون مجهول رو جدا میکنیم، 3 به علاوه 3 به علاوه 2 روی 6 ضرب در مجهولمون باز برابر با همون 1 باید باشه، حالا چه 100 شعر باشه چه هرچه که در نظر بگیریم. کسر 8 روی 6 رو به دست میاریم، بعد میایم مجهولمون رو پیدا میکنیم، میشه 6 روی 8، 6 هشتم مجهولمون هست. اون چه که این 8 به ما داره میگه، ما میبایست که همون کیکمون رو بیاییم به 8 قسمت تقسیم کنیم به جای 2 قسمت تا بتوانیم طوری این کیک رو برش بزنیم که چیزش باقی نمونه یا کم نیاد یا زیاد نیاد. به همین دلیل میایم این کیک رو دوباره برش میزنیم، 8 تیکش میکنیم به همین شکلی که میبینید و این 6 هشتم رو به جای اون مجهولمون قرار میدیم، میگوییم که 1/2 ضرب در این 6 هشتم، 3 هشتم سهم اون کسی میشه که قبلا نصف کیک رو داشته. ایشون قبلا نصف کیک رو داشته ولی شریک جدیدی آوردن و سهمش کمتر میشه به خاطر اینکه سرمایه جدید نیاوردن، همون که قبلا بوده رو بین خودشون تقسیم کردن. پس این دفعه از این کیک 3 برش بهش میرسه که نسبت به اون 1 برش کوچیکتره. دیگری هم همینطور و اون نفر جدید که به دلیل رابطهشون خواستن سهم کمتری داشته باشه فقط 2 برش از این کیک بهش میرسه. برای چی ما این عملیات رو میتونیم به این شکل توجیه بکنیم؟ به دلیل اینکه همونطور که خدمتتون نشون دادم رابطه بین 1/2 و 1/3 1.5 برابر بود، یعنی اون که 1/2 داره نسبت به این 1/3 1.5 برابر بیشتر داره و بین خودشون هم که البته مساوی بودن. حالا ببینیم اینجا هم همون رابطه وجود داره یا نه. ایشون که الان 3 هشتم داره، اون آقایی که قبلا نصف کیک رو داشته، اگر که تقسیمش بکنیم به 2 هشتم می شود که 3 روی 2، این 8 که ساده میشه و می شود که 3 روی 2 و این همون 1.5 قبلی هست. توجه میکنید به این؟ پس به این نتیجه میرسیم که این رابطه 1.5 که قبلا اینجا وجود داشته الان هم همون رابطه وجود داره. یعنی اینها با هم اختلافشون نمیشه که چرا شکلی که قبلا قرار گذاشته بودیم با هم الان به هم خورده. خب این منطق کاری هستش که در این عملیات ریاضی ما داریم انجام میدیم و همین رو میخوایم برای تقسیم ارث هم به کار ببریم و این یک موضوعی است که در اضافه کردن شریک به شرکتی که نمیخوان سرمایه جدید بهش اضافه بکنن کاملا شناخته شده هست و مجبور هستن سهام جدیدی رو اضافه کنن و ارزش اون سهام رو باز تعریف بکنن که بتونن شریک جدید رو جا بدن در بین خودشون. همینطور اینجا هم ما چون که میخوایم تمام این شریک ها رو همزمان با هم ببینیم با همین روش عمل میکنیم. یک مجهولی رو به عنوان از ارث تعریف میکنیم، بعد میاییم اینها رو جدا میکنیم، 1/6 و به اضافه 1/6 دیگه به اضافه 1/2 و به اضافه 1/4 در مجهولمون که ضرب بکنیم مساوی با اون 120 واحدمون باید بشه و بعد هم یک مخرج مشترک میگیریم
مخرج مشترکمون 12 هست و این میشه که تقسیم به 6 ضرب در 1 میشه 2 به علاوه 2 به علاوه 6 به علاوه 3 با ضرب در مجهولمون همین 120 میشه. کسرمون رو که ساده کنیم میشود 13 روی 12 ضرب در مجهول میشه همون 120 مون. به این ترتیب مجهول ما به دست میاد 110 ممیز 769. حالا اگر که این عددی که به دست آوردیم رو جایگزین کنیم برای هر کدوم از اینها، 1/6 رو ضرب کنیم در 110 ممیز 769، خب به ما میدهد 18 ممیز 462 و بعدی هم همینطور. اگر ما همه اینها رو با هم جمع بکنیم، توجه میکنید تقریبا صرف نظر از اون اعشارش همون 120 رو به دست میاریم. میبینید که ما وقتی باز تعریف کردیم این سهام ها رو، تونستیم به طور اینها رو جمع بزنیم که با کلش با ارثی که موجود هست برابر بشه که این 120 باشه. الان اینجا چرا میتونیم این کار رو بکنیم و قابل قبول باشه این کارمون؟ دقت میفرمایید که در همین صورتبندی اولی، در همین کسرهایی که اینجا آورده شده، رابطه بین 1/4 و 1/2 اینجا 2 برابر هست. یعنی ایشون هر کسی که هست 2 برابر اون فرد دیگه که 1/4 میگیره ارثش هست و رابطه بین 1/6 و 1/2 بین این 2 نفر 3 برابر هست. یعنی ایشون که 1/2 میگیره نسبت به 1/6 3 برابر از ارث بهش میرسه و همینطور رابطه بین او که 1/4 میگیره نسبت به او که 1/6 میگیره 1.5 برابر بیشتر هست. اگر که در نتیجه جدیدی که ما به دست آوردیم همین رابطه وجود داشته باشه، بنابراین مشکلی نباید باشه، شکایتی نباید باشه که سهاممون نسبت به همدیگه فرق کرده. اگر که اون که 1/2 بود تقسیم بکنیم به او که 1/6 هست، میبینیم که ایشون 3 برابر این عدد رو به دست آورده. اگر که 55 385 رو تقسیم به 18 462 بکنم تقریبا 3 برابر میشه. همون رابطه‌ای که قبلا وجود داشته الان هم وجود داره. همینطور بین این 2 نفر رابطه 1.5 برابر وجود داره اگه تقسیم بفرمایید. این 2 نفر هم که رابطه 2 برابر دارن، پس این 2 تا هم نسبت به هم دیگه همون 2 برابر قبلی رو، همون نسبت رو با هم دارن. بنابراین عرض این هستش که چون این نسبت ها با هم تغییر نکرده، ما میتونیم این عملیات رو توجیه بکنیم و بدون اینکه شکایتی به وجود بیاد. بدون این اصلاح، بدون این باز تعریف کردن از ارث، ما نمیتوانیم که ارث رو طوری تقسیم کنیم که چیزی ازش باقی نماند. یک نکته‌ای که به ما نشون میده این عملیات این هستش که در واقع این کسرهای اولیه، اینها نقش اصلیشون رابطه‌ای هست که با هم دارند، نه اینکه از مبلغ ارث چقدر میمانه مشخصاً از همون اول. ببینید این رابطه 1/6 و 1/2 که ایشون 3 برابر 1/6 هست،
در واقع این کسرها به ما این رابطه رو نشون میدن و اصلا همینطور که جلوتر نشون خواهم داد قصد این نبوده که جمع اینها با هم یکی بشه. چرا اینطور هست؟ به دلیل اینکه ما نمیدانیم وقتی که داریم سناریوی ارثی رو بررسی میکنیم و میخوایم تقسیم کنیم، نمیدانیم با کدوم وارثین سر و کار داریم و کدوم کسرها هستن که به همدیگه اضافه میشن تا کل ارث تقسیم بشه. چون ما این رو نمیدانیم فقط یکی نیست. بنابراین مقصود از این درصدها و نسبتها چیزی نبوده به جز اینکه رابطه بین همدیگر رو مشخص کنه تا اینکه مبلغ فیکسی رو مشخص بکنه برای ما، یا حتی قصد این نبوده که جمع اینها با هم یک بشه، چون نمیدونیم راجب چند تا از این کسرها و کدوم یکیش صحبت میکنیم. خب ممکنه در اینجا سوال بشه که این روش ریاضی که شما استفاده کردی 1000 سال پیش، 1400 سال پیش که موجود نبوده، بنابراین چطور ما میتونیم که این آیات رو قبول بکنیم که به این شکل توجیه داشته؟ تعجب میفرمایید که همونطور که قاعده اول و رد در حال حاضر هم استفاده میشه، در هر زمانی مسلمانان به زمان خودشون، به امکانات خودشون راهی پیدا میکردن که به بهترین سعیشون بتونن که به دستور خدا عمل بکنن و اون نسبت‌های کسرهای گفته شده رو به نسبت به همدیگه حفظ بکنن. حالا ممکنه که در زمان قدیم یک روشی بوده باشه، در زمان ما همین شکلی که من خدمتون نشون دادم ممکنه باشه، در آینده ممکنه حتی روش دیگه ای استفاده بشه، تکنولوژی دیگه ای به وجود بیاد، منطق دیگه ای به وجود بیاد. مهم این هستش که ما چه خوانشی از قرآن داریم و چه سودایی. آیا میخواییم که تسلیم امر خدا باشیم و بهترین سعیمون رو بکنیم که با اون فرمان مطابقت کنیم و اون فرمان رو در زندگیمون پیاده کنیم، یا میخواییم که به هر بهانه‌ای بگوییم که این آیات امروز کاربرد ندارد یا فلان اشکال رو، فلان تناقض رو دارد، که البته ابداً اینطور نیست. در هر حال منتقد به این آیات میگوید که چرا اصولاً خدای رحمان طوری نفرموده که جمع همه این کسرها یک بشه از اول و احتیاج به قاعده اول یا رد یا همین محاسبات ریاضی که ارائه شد وجود نداشته باشه. از نظر این مخالفین قرآن وجود همچین مسئله‌ای که کسرها جمعش یک نمیشه نشون میده که قرآن کتاب خدا نیست، و یا اگر هست او چگونه خدای حکیم و دانایی است که اصول اولیه حساب و کتاب را نمیداند. البته خدای سبحان منزه است از آنچه ما به اون نسبت میدهیم یا مخالفین قرآن بر زبان میآورند. با هم نگاهی بکنیم به خاطر اینکه جواب این سوال رو بدیم به متغیرهای موجود در تقسیم ارث بنا به 3 آیه 11، 12 و 176 سوره نساء که مورد بحث ما هست. اگر شما این آیات رو ملاحظه بفرمایید، خط به خط بخونید و هر متغیری که اونجا مطرح میشه یادداشت بفرمایید، لیست بکنید، ممکن هستش که مثل من در جمع 3 آیه به 12 متغیر مختلف فرستید. این متغیرها از اینکه آیا پدر خانواده فوت کرده یا آیا مادر خانواده مرحوم شده، یا اینکه در بین فرزندان پسر وجود دارد، شروع میشه تا اینکه در آیه 176 که موضوع فرد فوت شده‌ای که کلاله نامیده میشه. در ترجمه آمده فردی که فرزند نداره و پدر نداره. این 12 متغیر رو
اگر ما جوری بنویسیم که جواب اینها بله یا خیر باشه، در واقع داریم اینها رو تبدیل میکنیم به یک متغیر باینری، یعنی متغیری که فقط میتواند 2 تا ارزش داشته باشد. اگر بله رو با 1 نشون بدیم و 0، اگر ما به این ترتیب این متغیرهای مطرح شده در آیات رو لیست بکنیم، به این 12 مورد میرسیم. اما سوال اساسی این هستش که چند تا از این متغیرها مستقل هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای وجودشون نیاز به وجود متغیر دیگه ای ندارن. مثلا فرض کنید که اگر پدر خانواده مرحوم شده، دیگه این متغیر 2 نمیتونه که اصلا وجود داشته باشه. یعنی تعدادی از این متغیرها که میتونن همزمان در کنار هم وجود داشته باشن 12 تا نیست، بلکه باید اینا رو دونه دونه آنالیز کنیم، ببینیم که آیا میتونیم شرایطی تصور کنیم که مثلا این متغیر باشه، این متغیر وجود داشته باشه و تا پایین تر. به عنوان مثال اگر که فردی کلاله نامیده شد، دیگه در اون صورت فرزندی نداره که بخوایم که کسرهایی که مربوط به فرزند هست رو در نظر بگیریم. اونطور که من بررسی کردم، ما در حدود 5 متغیر مستقل و در بررسی دیگری حتی 7 متغیر مستقل میتونیم که در نظر بگیریم. اگر این 5 تا متغیر رو کنار هم بچینیم و برای هر کدوم یک ارزش باینری 0 و 1 قائل بشیم، بنابراین ما ترکیبی داریم که میتواند 2 به توان 5 احتمال ترکیب متفاوت از وارثین رو برای ما پیش بینی بکند. یعنی به عبارت دیگه اگر فقط قائل باشیم به 5 متغیر مستقل، در آن صورت ما 32 احتمال ترکیب از وارثین مختلف خواهیم داشت. مثلا در یک سناریو مادری مرحوم شده، 1 دختر داره فقط، پدر و مادر هم نداره. در سناریوی دیگری 1 پدری مرحوم شده، 2 دختر داره، 1 پسر داره، پدر و مادر داره. هر کدوم از این سناریوها یکی از این احتمالاتی هستش که اینجا آمده. اگر معتقد باشیم که 7 متغیر مستقل وجود داره و اونها رو به متغیرهای باینری 2 ارزشی در تبدیل بکنیم، در اون صورت 2 به توان 7 تعداد سناریوهای مختلفی میشه که ما در تقسیم ارث با اونها روبرو خواهیم شد. من فکر میکنم حالا همین حداقل رو در نظر بگیریم. کسرهایی که در این آیات آمده، اینها 1/2 هست برای شرایطی که فقط 1 دختر باشه، 2/3 هست اگر 2 دختر رو بیشتر باشن و 1/6 برای پدر یا مادر هست. این کسرها رو وقتی که نگاه میکنیم به نظر میاد که حکمتی که اینها داشته اصلا این نبوده که اینها قرار هست با هم جمع بشوند و یک جمع مساوی با 1 رو به وجود بیارن. اصلا همچین بنایی وجود نداشته. چرا وجود نداشته؟ به خاطر اینکه ما نمیدانیم کدوم یکی از این افراد در سناریوی تقسیم ارث ما وجود خواهند داشت. چون نمیدانیم، بنابراین ما نمیتونیم که برای هر سناریو 1% فیکسی رو معلوم کنیم که جمعش بشه 1. اگر بخوایم این کار رو کنیم، حداقل باید برای 32 حالت مختلف، ترکیب مختلف از وارثین بگوییم که اگر در چنین حالتی بود، اون وقت شما از 1/2 استفاده کنید و از 1/6 استفاده کنید و یک کسر دیگری که جمعش بشه 1. به عبارت دیگه برای هر کدوم از اون 32 لاینی که می نویسیم باید یک کسرهای متفاوتی رو عرضه بکنیم و شما تصور کنید که حتی در حد 32 حالت مختلف
ما با چه تعداد کسری مواجه خواهیم شد، در حالی که اگر باور پیدا کنیم که مقصود از این کسرها رابطه اینها با همدیگه هست که مثلا این 1/2 نسبت به 2/3 75% هست، این فرض کنید 1/2 نسبت به 1/4 2 برابر هست. اگر این 2 نفر حضور داشته باشن، مثلا فرض کنید یکیشون پسر باشه یکیشون دختر، گفته شده که باید سهمش 2 برابر باشه. فقط با این 6 تا کسری که گفته شده می توانیم تمام این 32 حالت رو تعریف کنیم و تقسیم کنیم، فقط به شرطی که این روابط بین اینها رو حفظ کنیم. در غیر این صورت باید حداقل 32 حالت مختلف با انواع و اقسام کسرهای مختلفی می‌فرمود که بتواند جمع اونها یک بشه و ایرادی از این حیث نداشته باشه، در حالی که این ایراد کاملا بی‌معنا هست و خود این کلام، خود این موضوع که فقط با 6 کسر، 6 نسبت و فقط در 3 آیه تمام این 32 مورد، 32 حالت ارث که حداقل اونها هست رو جوابگو هست، یک اعجاز بزرگی هست برای کسی که ایمان می آورد به آیات خدا و قرآن کریم که مجموعی است از آیات و بینات الهی. در هر حال اگر که مقصود تعیین رابطه بین این دوتا وارث نبود، در اون صورت فقط یک نفر می آمد، یکی رو می گفت و اون وقت دیگه از ارث هم معنا نداشت و مشخصاً تمام ارث به او می رسید. این که ما بگوییم مثلا 1/2 از ارث، توجه می کنید در مثال 120 واحد وقتی بگوییم 1/2 یعنی 60، این از ارث می تواند که جور دیگری هم فهمیده بشه و اون این که فقط کافی است که از خود ارث باشه، نه لزوماً 120 تقسیم بر 2 باشه. فقط کافی است که از این کیکی که تقسیم شده باشه، نه لزوماً 120 رو تقسیم بر 2 بکنیم. یعنی یک جور خوانش دیگه است، یک جور فهم دیگه است. امیدوار هستم که این توضیحاتی که عرض کردم کمکی بکنه به دوستانی که شاید احتیاج به تأمل بیشتر در این آیات داشتن. امیدوارم که هر روز ایمان ما به قرآن و به خدای سبحان بیشتر و بیشتر بشه و انتظار این نیستش که اونچه که من عرض کردم کسی که به قرآن اعتقاد نداره رو نظرش رو برگردونه، مگر البته خدا بخواد. ما هرچه که بگوییم به عنوان یک بشر بهتر از خود خدای متعال که نمیتوانیم دلیل بیاریم و استدلال کنیم. اگر کسی با دلایلی که قرآن ارائه میکنه نتواند به سمت خدا بره و قانع بشه، دیگه چه کسی میتونه او رو هدایت کنه؟ هدایت دست خداست و البته دست ما هست که از خدا بخواهیم که ما رو هدایت کنه، یعنی در وجود خودمون تسلیم خدا بشیم و ایمان بیاریم به این آیات. امیدوارم که همه در رحمت خدا باشید تا نوبت آینده. از اینکه توجه کردید خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.